سلام دوستان، با شما پچکی ابراز و امروز من با شما بیوگرافی حبیب نورمگомедов رو میگویم و پیش از ویدیو رو سر کردن من با شما گفتنی هستم که ما میکروفون نصب کردیم و ما بسیارتر ویدیوها رو با شما برآورده میگیریم دوستان عزیز و در ویدیو لایک کنید و در کانال ما ابونه شوید. ما سر کردیم و رفتیم. حبیب نورمگомедов سال 1988 در دولت داغستان تولد شده است. در کودکیش او با پدرش مشق میکرد و او به سشیه میرود و وقتی که او به سشیه میرود او به زل عقد در آمده در آنجا مشق میکند. سال 2012 او به اکونومیکای روسیه داخل بود که او در آنجا سیم کورس بود. به اکونومیکای یونیورسیته روسیه او داخل شده بود و او سال 2012 اولین جنگش را در UFC میکند و چون که ما می‌بینیم او در اولین جنگ خود غالب می‌آید که او با یاری پریام اودیشنی او را مغلوب میکند. از همین سرگرده او به همین UFC داده میشود و در آنجا باز او با برزیلیایی ها و با آمریکایی ها جنگ میکند. اکنون ما میگذاریم به جنگ حبیب و کونور که این رو همه ما میدونیم. یعنی که وقتی که حبیب با همون کونور با او صحبت میکند او رو چوجه ایرلندی میگوید، یعنی به روسیه‌اش ایرلندسکی تپلیونوک. حبیب وقتی که مایکل جانسون رو مغلوب میکند بعداً با همون کونور محاربه میکند. حبیب و کونور همگی 4 راند محاربه کردند که در 4م راند علاقه این فینال 4م راند میشود که این حبیب کونور رو مغلوب میکند که این در 4م راند او پریام اودیشن رو گرفته حبیب رو مغلوب میکند و چون که میدونیم کونور با او تم داد. حبیب اولادار است و سال 2015 ماه ایولش او دختردار می شود و سال 2017 باشد او پسردار می شود. دوستان عزیز، اگر این ویدیو با شما معقول شده باشد پس حتما لایک مانید و در کامنتر نویسید که باز ما کیها رو بیوگرافیشون رو کنیم. دوستان عزیز، با شما بود پچکی بروسوی. خیر تا باز دید. حبیب نورمگomedov. Maybe I don't understand it. You change.